سلام. میخوام امروز یک کلیپ درست کنم خیلی دم دستی و سریع. بیاین با هم دیگه درستش کنیم. اول میرم اپلیکیشن این شات رو باز میکنم، توی ویدیو میزنم. نکنید میتونید اگه پروژه قبلی دارید روش کار کنید، ولی من میخوام یه پروژه جدید درست کنم. پروژه جدید توی کامرا یک فیلم از خودم همین الان گرفتم که میخوام با هم دیگه ادیتش کنیم. انتخابش میکنم، دکمه سبز رو میزنم. خب الان میاد، چون من به صورت افقی گرفتم و به صورت 16:9 میخوام باشه، میام و اینجا قسمت این ابزارهایی که هست رو با دستم میکشم، قسمت روتیت رو انتخاب میکنم، یه بار روش میزنم، یه بار دیگه میزنم، یه بار دیگه میزنم. خب الان صاف شد. میریم سراغ اندازه‌ای که میخوایم داشته باشیم و ابعادی که میخوایم داشته باشیم. اگه توی کراپ و قسمت 1:1 یا 4:5 رو انتخاب کنیم. 1:1 برای پست هاست، 4:5 برای استوری هاست که ما میتونیم استوری های 15 ثانیه‌ای هم بسازیم که تو ادامه با هم دیگه 15 ثانیه‌ای هم میسازیم. ولی اگه بخوایم برای پست درست کنیم، باید حالت دوربینمون افقی باشه، و اگه بخوایم برای اینستاگرام برای استوری درست کنیم، باید حالت ایستاده باشه موبایلمون. ولی من میخوام پست درست کنم، میام انتخاب میکنم، یه خورده میکشم کنار که اون کلیپ پریزا ممنوع نباشه و اوکی رو میزنم. خب اینجا میبینید یه فضایی رو به من داد. دوباره میام تو قسمت کنواس و اینجا نگاه میکنم. خب من میتونم تو حالت کنواس به بغل به حالا اینجا جواب نمیده این کار، ولی خب این از قسمت ابعادمون. بعد میرم سراغ دیدن فیلم که اینجا چجوری دیده میشه. خب من همونطور که میدید اولش نیاز به ادیت داره. کلا این فیلم 49 ثانیه است. یه جاهایی من وارد میشم، وقتی دوربین زدم به شروع به فیلم برداری کرده وارد میشم و میشینم. اینجا رو میخوام ادیت کنم. میام تو قسمت تریم. نکنید دو تا حالت دیگه هم هست، کات و اسپلیت. فعلا به اینا اصلا کاری نداریم. میریم سراغ تریم. خب میزنیم فیلم پلیشه. میبینید این خط سفیدی که پایین داره میره جلو، که ما ثانیه رو این بالا نشون میده که 6 ثانیه 7 ثانیه. خب اینجا من دست تکون میدم. خب فکر کنم این حدود من باید یه جایی رو انتخاب کنم. اینجا که مثلا پایینه و روی فکر کنم روی 8:3 خوبه. همینجا میام این گردی رو میگیرم میارم روی 8. میبینید این شماره تکون میخوره، این ثانیه از 8:3 نگه میدارم. خب اینجا میتونم بزنم پلیش باز، کل فیلم رو با هم دیگه ببینیم. اینجا اصل میاد رو شونه منم میشینه، میاد رو لپتاپم میشینه و شروع خرابکاری میکنه. ببینید فیلم من صدا هم داره ولی اصلا مهم نیست. همه اینا رو میتونیم درستش کنیم. و روی اینجا اصلا بکنم باز چیز خوب جای خوب باشه. 39:8. یه چیزی که از ما روی قسمت آخر که میخوایم بکشیم بچه ها بعضیشون گیج میشن. میدونید این شماره که تکون میخوره رو اصلا گولش رو نخورید. شما باید اون شماره که اون ته میندازه رو نگاه کن. نکن این شماره که میندازه رو میای 39 و 30 ندیاره عقب‌ترش بود، روی همین 31:3 نگه می‌داریم و قسمت تیک رو میزنیم میایم بیرون. الان فیلم ما ادیت هم شد. خب اینجا ما میتونیم صدا رو هم دید، صدای خوبی نیست. ما میتونیم صدا رو هم ببندیم. صدا رو چجوری ببندیم؟ روش کلیک میکنیم،
روی کجا کلیک میکنیم؟ من دوباره انجام میدم. خب میخوایم صدا رو ببندیم، میایم روی صدا میخوایم کار کنیم، میایم روی این فیلم که داره میچرخونیم فیلمو یه بار کلیک کنیم، تو اینجا تریم، اسپید، روتیت، فلیپ و کپی به ما میده، ولی اون پایین حالت صدا هست. شما میتونید همینجوری ببندینش، هم رو اینجا بزنید یه بار بسته میشه. صدا رو کم و زیاد بس میتونید بکنید و میتونید ببندید کلا. خب دوباره میزنیم روی صفحه و برمیگردیم. یکم هم من احساس میکنم ما میتونیم از فیلترها اینجا استفاده کنیم برای بهتر کردن تصویرمون. رو قسمت فیلتر میزنیم اون 3 تا دایره و شروع میکنیم فیلترهای متفاوت رو امتحان کردن. توجه داشته باشید که هر فیلتری رو میخواید بذارید باید حتما یه بار انتخابش کنید. خب من چون قرمز هم پوشیدم باید یه خورده رنگا رو خوب کنم. فکر کنم همون این فیلتر خوبی میتونه باشه. یه بار با هم دیگه میبینیم که چجوری میشه. من همجوری یکم سبزم هستم، سیاه تر نشون داده بشم. خب ولی اصل قشنگ تر دیده میشه. اینجا اوکی میزنم میام بیرون. حالا با همین افکت اکتفا میکنم. و حالا بعضی از بچه ها شاید میخوان مراحل بعدی هم یاد بگیرن. من اینجا حالا یه نکته رو میگم میونه پرانتز، شما میتونید موسیقی هم بذارید. موسیقی گذاشتم، میاد تو ترک، توی مای موزیک و یکی از انتخاب میکنم. من مثلا آقای یوز رو میزنم. یوز رو که زدم میارم به اول فیلم و خب این 3 دقیقه است. من 49 ثانیه یک بار روی صدا انتخاب میکنم. صدا رو اینجا دکمه اسپلیت یا قطع کردن رو میزنم و اون ادامهش رو پاک میکنم. دوباره روی صدا میزنم به خاطر اینکه میخوام یکم ولوم رو بیارم پایین. ارباب خودم سلام علیکم. اوکی رو میزنم. اینجا دوباره میتونم ارباب خودم سلام علیکم. خب این از اینجا رو میبندم. حالا دوباره بعضی یعنی که مثلا حالا داری اگه تایپ میکنی میتونی حالت صدای دکمه هم بذاری. بله میشه. شما میتونید توی موزیک قسمت افکت از همه حالت هایی که وجود داره استفاده کنید، ولی فکر کنم توی پاپیولر قسمت کیبورد 3 تا صدا به شما میده. از اولی استفاده میکنیم. حالا کجا بذاریم؟ مثلا اینجا که من شروع کردم به نوشتن، بگم از اینجا دستمو میگیرم رو صدا و اون افکت میارمش میکشونمش جلوتر و خب نگاه میکنیم ارباب خودم سلام علیکم. صداها اینجا قاطی شده، ولی احتمال این بزن صدا اینو بیارم پایین تر. ارباب خودم سلام علیکم. من اینجا شروع میکنم به تایپ کردن. بهتره اینجا بذارم. علیکم السلام پیش ایشالله. ارباب خودم سر به بالا کن. دیدید چقدر ساده ما میتونیم هی قدم به قدم تو کمتر از 5 دقیقه 6 دقیقه یه کلیپ رو آماده کنیم. حالا ما همه این کارا رو کردیم، میریم سراغ کاور گذاشتن. چون اگه ما کاور نذاریم و حواسمون نباشه فیلم یه جاهایش نشون داده میشه که اصلا ما دوست نداریم اونجوری دیده بشه. برای این کارم لازم نیست شق القمر کنیم. امکانات خیلی خوبی به ما این شات میده که اولیش میتونه این باشه که اصلا ما با تکست بیایم و یه متن رو تایپ کنیم. مثلا نوشتن‌های روزانه. اینجا حالت‌های مختلفی رو ما میتونیم انتخاب کنیم. تو این قسمت رنگین کمان به صورت دایره هست، میتونید بزنید رنگ نوشته رو انتخاب کنید
این پایین که مستطیل ها رو میبینید شما میتونید انواع نوشتن ها رو داشته باشید که اینجا ما میتونیم از این استفاده کنیم. اینجا بغل دست این نوشتمون که این خط رفت و برگشت هست و اون نشانه میتونیم بگیریم و بزرگ کنیم، بکشیم این بالا. حتی رنگ داخل این نوشته رو ما میتونیم عوض کنیم. رنگ هاش انواع ترکیب رنگی داره، رنگ های آسمانی هم هست و اون طیف های رنگ ها هم هست. حتی بوردر خود نوشته‌تون میتونید بهش بوردر بدید. تو قسمت بوردر شادو میتونید بدید به چپ یا به راست، به بالا یا به پایین. به لیبلتون میتونید رنگ بدید، باز هزاران کار میشه کرد. درجه وضوحش رو بالا پایین میتونید بکنید و حتی میتونید بهش فونت اضافه کنیم که توی این قسمت من نمیگم دیگه، خیلی داره تو هم میشه و پیچیده میشه. در همین حد بدونید که میتونید کارا بکنید، در همین حد بدونید که این میتونه یه صفحه اول یا یه کاور خوب بشه برای شما. و حالا ما میتونیم حتی به این ثانیه هم بدیم، یعنی این نوشته دستمون رو بگیریم روی اون بالای فیلممون که نوشتن‌های روزانه رو نوشته، بگیریم و عقب و جلو کنیم. ثانیه‌اش هم کم و زیاد میشه، میبینید ثانیه‌اش کم و زیاد میشه. حتی اگه بخوایم این متن رو به آخرش بفرستیم و نمیخوایم اینجوری بکشیم ببریم عقب، این خب خیلی سخته و یکم هم غیر حرفه‌ایه. اینجا یه بار روی این فلش کلیک میکنیم، ویدیو اند و کلیپ اند میاد. کلیپ یعنی شاید فیلم های ما قطعه قطعه شده باشه، ولی ویدیو اند میتونه نباشه. من چون اینو فهم میخوام با عنوان کاور استفاده کنم، فعلا این کار رو انجام نمیدم. نوشتن های روزانه رو در حد 1 ثانیه بهش تایم میدم. خب حالا ما میتونیم یه بازی هم بکنیم با تکست ها. شروع میکنیم به یه بازی خیلی جالب. اینجا مثلا من مینویسم فعال. خب میبینید مثلا هم حالت قبلی افتاد. من میخوام بهش بگم که نه من میخوام معمولی بنویسم. میام روی دومی ناکن، اولی هیچی نمیده، دومی یکم سایه میده، سومی بوردر و پشته میده، چهارمی رو من همیشه جزء فاوریت هم بوده و دوست داشتنی هم بوده. با همون رنگ زردی که داره رو خودم یه حالت کج در میارم. مثلا تو فکرم دارم اینو میگم. اینجا میتونم بهش انیمیشن بدم. تو این قسمت ادیت رو که بزنم، این 3 تا دایره که رو هم هست میبینید، این 3 تا دایره توی بیسیک کار میگه آقا من میخوام از چپ به راست برم، از راست به چپ برم. خب این بهتر شد. انواع افکت ها رو داره. خب من فعلا رو همین کلیک میکنم. خب اینجا مثلا این پرنده که میاد روش من میشینه، مثلا میتونم به اینا بگم میتونم اینو کوچیکش کنم، بچرخونمش، رنگش هم عوض کنم که مثلا 2 تا شخصیت دارم من صحبت و بذارم جایی که بیشتر دیده بشه و دوباره برم تو انیمیشن و این رو روش لحاظ کنم. و همجوری ببرم جلو و اضافه و کم کنم. مثلا اینجا بهش بگم دوباره برم رنگ زرد رو انتخاب کنم و بزنم و یه خورده مثلا میتونم با تایم یه حالت
داستان میشه. یکم میخوام بهتون ایده بدم که مثلا حتی اگه صدای ویدیوتون هم خراب شد میتونید صدای ویدیو رو کاملا ببندید و به صورت یک زیرنویسوار و یک حالت کارتونی مانند ببرید جلو و یه صدایی هم روش بذارید که آهنگ هم باشه. و حالا ما شاید اصلا بخوایم این حالت رو روی کاورمون دوباره برمیگردیم به مبحث کاور. بخوایم اصلا کاور ما سفید باشه، اولش خودمون معلوم نباشیم. میایم کلیک میکنیم رو مثبت، یه بلنک انتخاب میکنیم. میتونیم خب این بلنکمون بیاد آخر، دوباره کلیک میکنیم روش، بلنک رو میکشیم میاریم اول و دوباره میزنیم اینجا. میایم روی قسمت بک‌گراند، میبینید رو بک‌گراند قسمت سیاه رو میتونیم تبدیل به سفید کنیم، فلان فلان فلان. میتونیم بهش عکس بدیم اگر عکس داشته باشیم، مثلا اینجوری. حالا میتونیم چیزهای مختلف هم بذاریم، یا مثلا بذاریم من اینجا مثلا نوشتن های روزانه، این افتاد اینجا، میبینید. مثلا حتی میتونیم ثانیه اینو کم کنیم که به این ادیت های بعدیمون نخوره. 3 ثانیه اینو چجوری میتونستیم کم کنیم؟ میومدیم اینجا روی تریم میزدیم، رو قسمت مداد میزدیم و میگفتیم مثلا 1.5 ثانیه، اینجا ثانیه است و اینجا اوکی میزدیم. این جمعه تر شد. ارباب خودم سلام علیکم. علیکم السلام. صدا یکم اون متنه به نمیخور میگشمش عقب. این همش حالت بازی، یعنی اصلا کاملا خیالتون راحت باشه. حالا این شد ویدیو ما. خب و اصلا هم کاری نداشت. این اولین کلیپ بود که می‌خواستیم با هم دیگه درست کنیم. خیلی بازی قوی تر میشه، بعد با مخلوطش میکنیم با کاین مستر و اصلا میبینید که دنیای کلیپ سازی و دنیای ویدیو چقدر از این حرفا راحت تر آسون تره. حالا یه قدم دیگه قدم مونده، به ذهنم بهتون بگم. میخوایم سیوش کنیم، قسمت سیو میزنیم. سیو کوالیتی های خاصی به ما میده که من معمولا قسمت 720 رو انتخاب میکنم، کاملا به صرف است. برای یه چیزی حدود 1 دقیقه، یه چیزی حدود 19 مگ از شما میگیره اگه کیفیت ویدیوتون 720 باشه. اینجا خودش قسمت های انتشار رو هم داره، توی واتساپ، توی یوتیوب و توی اینستاگرام شما میتونید منتشر کنید. به همین سادگی ما میتونیم اقدام کنیم به جای شروع کردن. شروع کردن میتونه فکر کردن باشه، ولی اقدام کردن دیگه به عملیاتی رسوندن کاره. پس خیلی جدی شروع کنیم، نترسیم، هیچ اتفاقی نمیافته. اگر کار اولمونم بد باشه، که باید هم بد باشه، خب همه ما وقتی میخواستیم راه بیافتیم هم تاتی میکردیم تا تونستیم راه بریم و الان راه رفتن یه کار عادی میشه برامون. من بهتون قول میدم شما بیشتر از 15 تا ویدیو بسازید با این شاد یا با کاین مستر یا با هر نرم افزار دیگه ای، به صورتی حرفه‌ای میشید که هیچ وقت باورتون نمیشه و این میشه یه مزیت ارتباطی برای شما. مزیت ارتباطی تو سوشال مدیا برای شما. الان مثلا شما میخواید یک ویدیو از خودتون بذارید، مثلا رفتن به شمال، قشنگ میشینید سر فرصت تو نیم ساعت یه فیلم رو ادیت میکنید و میذارید و همه عاشق سفرهای شما میشن، همه عاشق هنری که شما دارید میشن و ازتون استقبال بهتری میشه. فیلم هم با هم دیگه ببینیم چه کار کردیم. روح آقای احمدی هم شاد باشید. ارباب خودم سلام علیکم. علیکم السلام. دوستانی که میخوان با من همراه باشن و مثل من کلیپ اولشون رو بسازن، لطف کنن منو تگ کنن، از هشتگ پروژه جستجوگر استفاده کنن. من حتما ویدیوهاشون رو ببینم و بهشون کمک کنم که بهتر بشه. البته گفتم اولین ها رو انجام بدیم، کاری به بقیهش نداریم. فعلا از من خداحافظ تا قسمت بعدی و فردا.